طبق نقشه چورابینی پروکراتورای شهر لواکند وابسته به اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت ترغیب و تشویق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و ایلاوه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر و ایلاوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ساحه قانونگذاری وابسته به انرژتیکا با فعالان جماعت‌های شهرک و دهات شهر لواکند صحبت و ملاقات ها براه مانده شده است. چنین یک صحبت و کارهای فهماندهی در جماعت دهات گلستان و جماعت شهرک شهر لواکند برگزار گردید. پروکورور شهر لواکند در برآمد خود ابراز داشت که یکی از هدفهای استراتژی مملکت این تامین استقلالیت انرژتیکی می باشد. اما متاسفانه سنجش و تحلیل های پروکوروری نشان می‌دهند که تا حال مانع‌ها در این سمت وجود داشته دزدی قوای برق، عاقلانه و ثمرناک استفاده نشدن نیروی برق، خودسرانه نصب نمودن حسابکنک‌های برقی، ناقل‌های برقی، به شرطنامه با شبکه‌های برقی پیوسته ماندن نیروی برق جای دارند. بنابراین به خاطر به اعتدال آوردن وضع امروزه، پیشگیری حالت‌های قانونشکنی در ساحه انرژتیکا، اصلاحات کلی در مورد عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن نیروی برق، رعایت قطعی قانون‌های عمل کننده، سندهای معیاری حقوقی در این سمت، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و ایلاوه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر و ایلاوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شدند. با قبول قانون‌های مذکور، جزاهای مأموری و جنایتی نسبت حقوق ویرانکنندگان و شخصانی که جنایت صادر می‌نمایند جوابگری معین کرده شده است. مورد به ذکر است که در کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان ماده 382 رعایت نکردن قاعده‌های استفاده قوای برق و گرمی چنین آمده است: برای استفاده قوای برق به پیوست‌کنی به تجهیزات حسابکنک برقی، خودسرانه پیوست شدن به شبکه‌ها و دستگاه‌های تامینات برق، استفاده قوای برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و به حسابگیری یا به شرطنامه با تشکیلات‌های تامینات قوای برق و گرمی، کندن و یا شکستن پلمبه‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، اینچنین از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حسابکنک برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپردن مبلغ استفاده قوای برق هنگام صادر گشتن علامت‌های ترکیب جنایت به شخصان واقعی به اندازه از 20 تا 30 نشان دهنده برای حساب‌ها و شخصان منصبدار از 30 تا 50 نشان دهنده برای حساب‌ها و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها تطبیق کرده می شود. اینچنین در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 253 ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوای برق چنین آمده است: از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حسابکنک برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپردن مبلغ استفاده برق، اینچنین استفاده قوای برق به پیوست‌کنی به تجهیزات حسابکنک برقی اگر چنین کردار دوام یک سال پس از تطبیق جزای مأموری صادر شده باشد با جریمه به اندازه از 365 تا 547 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی با مهلت تا 3 سال جزا داده می شود. در جمهوری تاجیکستان که رشد ساحه انرژتیکا هدف استراتژی دولتی اعلام شده است، اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تحکیم قانونیت ساحه و تامین استفاده ثمرناک ذخیره‌های انرژتیکی اهمیت ویژه دارد. در این زمینه ترغیب و تشویق قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و ایلاوه‌ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییر و ایلاوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در ساحه قانونگذاری انرژتیکی امری ضروری به حساب می رود. پروکورور شهر لواکند در برآمد خویش ابراز داشت که وارد نمودن تغییر و ایلاوه‌ها به کدکس های جنایتی و حقوق ویرانکنی مأموری که جوابگری شهروندان را برای قانونشکنی‌ها در ساحه انرژتیکا معین می نمایند، یک قدم مهم در سمت مبارزه با دزدی برق، اسرافکاری و استفاده غیرقانونی ذخیره‌های انرژتیکی می باشد. این تدبیرها برای تامین انتظام حقوقی، حفظ منفعت‌های دولت و شهروندان، اینچنین برای جلب سرمایه‌گذاری به ساحه انرژتیکا روانه شدند. در شهر لواکند از جانب پروکراتور و دیگر نهادهای دخلدار ترغیب و تشویق قانونگذاری و اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت در این سمت وظیفه مهم و مسئولیت‌ناک دانسته شده پیوسته با ساکنان کارهای فهماندهی برگزار گشته ایستاده است. تنها با راه فعالیت مشترک نهادهای دخلدار، جامعه و شهروندان ما می‌توانیم به هدف‌های استراتژی خود در ساحه انرژتیکا نائل گردیم و استقلالیت انرژتیکی کشورمان را تامین نماییم.